سلام عزیزان، خوش آمدین به یک ویدیو جدید. در این ویدیو طریقه استفاده از ربات همستر کامبت را برایتان آموزش میدم. یعنی همون ربات سنجابک هست. چگونه از این ربات استفاده کنیم و یا چگونه این سکه هایش بفروشیم و یا چگونه داخل از سرمایه گذاری کنم، کارت ها رو چه رقم قوی کنم، روزانه چگونه 5 میلیون سکه رایگان بگیرم. تمام اینا رو داخل ویدیو برایتان توضیح میدم. بس ویدیو را تا آخر ببینید. خب دوستان، همونطور که اولین سوالتان جواب بدم، چگونه اینا رو بفروشیم. حدوداً 25 روز بعد این برنامه هم لیست میشه. لیست یعنی چی؟ یعنی سکه هاش به فروش گذاشته میشه. شما میتونید سکه های خود بفروشین. یعنی شما داخل این رو با 10 میلیون سکه جمع کنید، براتون 10000 دانه سکه میمونه، توکن میمونه. یعنی سکه ها به توکن تبدیل میشه. و اگر شما 1 میلیون سکه جمع کنید، برایتان 1000 دانه میمونه. بس بهتر است هر چی بیشتر جمع کنید، با من اندازه به فایده تان است و شما میتونید سکه های رو 25 روز بعد بفروشین. که ما سکه های را از شما میخریم و همراه یک صرافی یا مثلا یک شخص که سرش در ارز دیجیتال خلاص شوه، شما خودتان میتوانید کاتش مثلا قرارداد کنید و سکه های خود را به او بفروشید و در مقابلش میتوانید از او پول بگیرید یا کردیت کارت یا هر چیز دیگه. خب دوستان، میریم سراغ موضوعش و من نمیخوام که ویدیو زیاد طولانی شود. خب دوستان، در قدم اول وارد ربات میشیم که من لینک ربات حتما داخل کانال تلگرام برایتان میمونم و شما میتونید از داخل اون لینک وارد شوین و رفرال بگیرید و وارد شوین. و شما بار اول که وارد ربات شدین، در قسمت که نوشته است استارت، بالای استارت یا در قسمت برایتان یک گزینه میاد به نام شروع. در اینجا برایتان یک گزینه به نام شروع میاد که شما با زیر استارت کنین و یک دقیقه یا 2 دقیقه صبر کنید، برایتان همین جدول یا رقم یک صفحه میاد. وقتی که صفحه اومد، شما در قسمت که نوشته است پلی ان وان کلیک یا با یک کلیک شروع کنید، برای قسمت کلیک کنید، صبر کنید که ربات برایتان باز شه. هرچی که اینترنتتان قوی تر باشه، ربات ها برایتان زودتر باز میشه و بهتر کار میکنه. خب برای تانکیو بینگ اکس برای قسمت کلیک میکنیم. در اینجا شما وارد ربات شدین، در قسمت سکه هایتان صفر می باشه و شما باید در قسمت ببینید یک دونه عکس سنجاب بزرگ است و شما باید بالای قسمت کلیک کنید و برای خود سکه جمع کنید. و وقتی که اینا از خود مثلا اکسپایر داره، مثلا شما نمیتونید هر بار از 1000 سکه بیشتر جمع کنید. خب بالای قسمت ماین کلیک کنید. در اینجا ببینید دوستان گزینه های زیاد داره که ما این سفر بلند میکشم و تا آخرش میایم. در اینجا هم شما میبینید که مثلا من دستگاه قوی کردم، هر بار میتونم 8000 سکه بگیرم، یعنی بعد ساعت یا بعد 2 ساعت میتونم یا بعد چند دقیقه 8000 سکه بگیرم. که فعلا ما به سکه ها یا ماینینگ یا کلیک کردن از نیاز دارم، به خاطر که داخل خود ربات سرمایه گذاری کردم و از این کارت ها برای خود خریدم. اونا خودشان برای 1000 ساعت برای ما سکه میدن. من نیاز به کلیک کردن داخل ربات ندارم. ولی اولین بار شما وارد ربات میشین، باید حتما در این قسمت کلیک کنید و برای خود سکه جمع کنید، به خاطر که بتوانید کارت ها رو برای خود بخرین و قوی کنید. خب وقتی که در قسمت باست کلیک کنیم، در اینجا گزینه دار بنام باست، بالای قسمت کلیک کنیم. در اینجا چند گزینه برای ما میاره. بخش اولش فول انرژی است که شما هر روز بیاین برایتان 6 بار فول انرژی میده، یعنی منبع یا ذخیره سکه تان فول میکنه، یعنی پر میکنه و شما هر روز میتوانید حدود چند هزار ازمی چانس ها را بزنید و برای خود بگیرید. در اینجا هم 2 گزینه دیگه داره، مولتی تپ داره و یکی دیگه هم انرژی لیمیت است که مولتی تپ به خاطر کلیک است. یعنی شما هر بار که روی مسنجاب کلیک کنید چند دانه سکه ازتان کم شود، 1 دانه کم شود، 2 دانه، هر اندازی که این گزینه رو شما قوی کنید، به اون اندازه با هر کلیک سکه بیشتر کم میشه. و پوینترش هم انرژی لیمیت است. مثلا از ما دیدیم که 8000 نوشته بود، با شما براتون نشان دادم. در اینجا اگه در قسمت ماین بیایم، در آخر بیایم، ببینید در قسمت ببینید دوستان از ما 8000 نوشته است. یعنی بر اندازی که شما گزینه را قوی کنید، در اینجا برایتان سکه بیشتر ذخیره میشه و این میتوانید مو 8000 تا 10000 20000 تا میتوانید برسین. شما که اول با این ربات استفاده میکنید، حتما در قسمت کلیک کنید در اینجا و برای خود سکه جمع کنید. ببینید دوستان، هر چی که شما اینجا کلیک کنید در قسمت ماینینگ یا اون سکه شما زیاد میگرده و این بخش ماینینگ بود. و دیگه یک بخش مهم دیگه هم داره، در قسمت که نوشته است فرند، بالای قسمت کلیک کنید. در اینجا هم شما میتوانید که لینک دعوت خود برای دوستان خود بفرستید و با اعضای هر دوست برای خود 5000 سکه رایگان بگیرید. و از این قسمت میتوانید لینک کپی کنید و در گروه ها یا فیسبوک یا در همه جا میتوانید به نشر برسانید و اونا سری که لینکتان وارد شه برایتان 5000 سکه رایگان میده. در قسمت دیگه هم که به نام ای ارن است، در اینجا شما هر روز باید بیاین اینا را در قسمت کلیک کنید و برایتان هر روز یک جایزه متفاوت میده. روز اول مثلا 500، باز روز دهم ببینید برایتان 5 میلیون جایزه میده که شما اینا را هم باید حتما کامل کنید. در قسمت ایر دراپ که چیز مهمی نیست، اینا بود بخش برنامه. و یک بخش بسیار مهم دیگه است که بالای قسمت ماین کلیک کنید. دوباره در اینجا ببینید دوستان دایلی کامبو است، یعنی روزانه برایتان 5 میلیون سکه رایگان میده به شرطی شما این سه کارت را یک لول یا یک مرحله پیشرفت بدین یا اپگرید کنید. مثلا چه رقم پیشرفت میدین؟ در اینجا ما 3 دانه کارت
داخل کانال تلگرام برایتان ارسال میکنیم و در اینجا هم ببینید در بلند صفحه در اینجا چند گزینه داره که مارکت است، پی آر اند تیم، لیگال، اسپیشال که در اینجا 4 بخش داره که در هر بخشش که کلیک کنید کارت های متفاوتی برایتان میاره. در بخش اسپیشال بیاین، لیگال بیاین، هر بخش از خود کارت مختلف داره و ما برای شما مثل کارت داخل کانال میفرستیم و شما باید از می 4 بخش که برایتان نشان دادم از می 4 بخش شما کارت از داخلش پیدا کنید و بالا مثلا حالا می کارت بالاش کلیک کنید و در اینجا هم بالای گو واحد کلیک کنید و شما 79000 سکه میخواید که حتما 79000 سکه داشته باشین که ایره بروزرسانی کنید و در اینجا وقتی کلیک کنید ببینید بالای صفحه میاد که یعنی شما اپدیت یا بروزرسانی کردین این کارت و یک مرحله بلند بردین و در اینجا به هر اندازه که شما این کارت ها را این تمام کارت ها را به هر اندازه که شما بیشتر پیشرفت بدین در اینجا برایتان به هر ساعت از همون قدر برایتان بیشتر میشه. مثلا ببین دوستان برای ما این دستگاه به هر ساعت 682000 دانه سکه تولید میکنه. یعنی اگه ما بیایم که مثلا این کارت را قوی کنم استیکینگ را در اینجا بالای گواهی کلیک کنم در اینجا هم ببین دوستان میگه برای ما به هر ساعت چه زر میده. مثلا آل 15000 شد اما 682000 684000 شد یعنی حال باز به هر ساعت برای 684000 میده. شما این کارت را قوی کنید به شرطی که به هر ساعت وارد شوین و سکه ها را از این بخش جمع کنید و برای خود نار ماین کنید و بیاین بالای کارت ها مصرف کنید. شما بر اندازه که کارت ها را پیشرفت برین این کارت ها را به اندازه که بلند ببرین در این قسمت برایتان پول بیشتر میده و حدود 20 یا 25 روز دیگه مونده که این پروژه هم لیست شود و شما میتوانید سکه های پروژه رو بفروشین. این را حتما از دست ندین، بسیار پروژه معتبر است و اگر از دست دادین کلا چانس ایربات هم از دست میدین و حتما ماین کنید که این خیلی یک ایربات معتبر باشه و حدود 80 میلیون پلیر داره. 80 میلیون نفر زیاد است و یعنی تو به نظرتون کم نه. 80 میلیون نفر خیلی زیاد است که برای یک بازی داخل تلگرام که حتما کدام چیز داره که مردم دیوانه شده. و قبل از خداحافظی یک چیز دیگه یادتون نره که حتما در این کانال ما هم عضو شوین. کانال کسب درآمد با ایردراپ که هم یک کانال معتبر است و از خودم است که داخل از این ربات‌ها و مو عکس‌های و دایلی کامبو که روزانه 5 میلیون سکه رایگان میاد عکسایش میمونم و آموزش‌های ربات‌های دیگر هم میمونم و این کانال رو هم از دست ندید که لینکش هست وی آی پی فری نت یعنی اینترنت رایگان نیست که همین لینک همین کانال است وی آی پی فری نت و از این کانال ما حمایت کنید. آموزش بعد الله یار و نگهدارتان.